آروم شروع میشه. هیچ کس اولش نمیفهمه. تو فقط یه بچه 7 ساله‌ای که داری به چشمهای پدر یا مادر خستت نگاه میکنی. کسی که انگار داره کم کم میپاشه. شاید پای اعتیاد وسطه، شاید عصبانیت، یا شاید فقط یه سکوت سنگین و یه چیزی توی ذهن کوچیک جا میفته. اگه من همه چی رو جمع نکنم هیچ کس نمیکنه. و همونجا یه اتفاق بزرگ میفته. نه توی بدنت، نه بیرون، بلکه توی روحت. اونجاست که یه بچه کم کم ناپدید میشه. نه از خونه، بلکه از درونش. از اون روز بیشتر لبخند میزنه، کمتر گریه میکنه، فضا رو میسنجه، میفهمه حال بقیه چطوره تا اشتباهی نکنه. میشه بزرگترین بچه خونه. اونم وقتی هنوز ذهنش برای این بار سنگین آماده نیست. و دنیا تحسینش میکنه. میگن چه بچه مسئولیه، چه بالغ، چه قوی. ولی هیچ کس نمیپرسه به چه قیمتی. روانشناسا به این رفتار میگن والد شدن کودک. یعنی وقتی یه بچه جای والد رو میگیره، میشه مراقب، آروم کننده، درمانگر یا حتی محافظ. و این فقط یه تجربه تلخ نیست، مغز رو از نو سیم کشی میکنه. چون وقتی یه بچه باید احساسات بزرگترا رو کنترل کنه، یه حالت بهش دست میده به اسم بیش هوشیاری. همیشه حواسش جمعه، همیشه میترسه یه اتفاق بد بیفته. یاد میگیره عشق یعنی معامله. من آرومشون میکنم، شاید اون وقت دوستم داشته باشن. و کم کم یاد میگیره نیازهاش خطرناکن، ولی نیاز بقیه واجبه. پس خودش رو محو میکنه. اما بیرونش میشه یه نسخه بی‌نقص از یه آدم قوی و مهربون. همه میگن چه بچه خوبی، اما اون فقط داره نقش بازی میکنه و خودش هم یادش میره که اون نقش خودش نیست. ولی یه جایی یه دردی هنوز هست. یه صدایی توی درونش فریاد میزنه چرا هیچ کس ازم مراقبت نکرد. وقتی بزرگ میشی این زخم شکل عوض میکنه. ممکنه بیش از حد مستقل بشی، کمک هیچ کس رو نپذیری، از عشق بترسی، یا حتی توی خوشی ها هم حس پوچی داشته باشی، چون شادی برات ناامن و بی‌دلیل شده. ممکنه هیچ وقت نتونی استراحت کنی، چون فقط وقتی مفید باشی حس ارزش میکنی. و بدتر از همه ممکنه حتی نفهمی هنوز توی حالت بقا زندگی میکنی. چون وقتی از بچگی توی آشوب بزرگ بشی، آرامش برات میشه یه چیز عجیب، سکوت میشه یه تهدید، عشق میشه بدهی. این یعنی تو زود بزرگ شدی، نه از روی انتخاب، بلکه از روی اجبار. و اون اجبار هنوز باهاته. اما بدون اون موقع که بچه بودی تقصیر تو نبود. هیچ بچه‌ای داوطلبانه قوی نمیشه. ولی تراژدی اینه که همون چیزی که نجاتت داد حالا زندونت شده. الان هم شاید یه بزرگسال موفقی، اما اون بچه خسته هنوز داره از درونت گریه میکنه. شاید هنوز دنبال کسی میگردی که بگه میفهممت، میتونی حالا آروم باشی. ولی حقیقت اینه هیچ کس قرار نیست بیاد اون بچه درون تو رو نجات بده. خودت باید بری دنبالش. خودت باید دستش رو بگیری و بهش بگی تقصیر تو نبود، تو فقط یه بچه بودی. الان امنی، الان میتونی استراحت کنی. این یعنی آغاز شفا، نه با مثبت نگری الکی، نه با پنهون کردن درد، بلکه با روبرو شدن باهاش. باید اون غم یخزده رو حس کنی. باید برای بچگی هایی که ازت گرفته شد گریه کنی، برای تولد هایی که هیچ کس یادش نبود، برای شادی هایی که حقت بود ولی هرگز تجربهش نکردی. اما اون اشک‌ها ضعف نیستن، نشونه بهبودی هن. یعنی چیزی که سالها یخزده بود بالاخره داره ذوب میشه. و اگه دقت کنی توی بزرگسالیت این زخم هنوز خودش رو نشون میده. تو همیشه نقش مشاور بقیه رو داری، ولی خودت هیچ وقت دردت رو نمیگی. از کمک گرفتن خجالت میکشی، چون نمیخوای بار کسی باشی. توی رابطه ها همیشه داری همه چی رو درست میکنی، توضیح میدی، میبخشی.
ولی درونت خالیه و وقتی نمیگی هنوز عذاب وجدان میگیری. اینا ویژگی نیستن، الگوهای بقان. اما خبر خوب اینه که قابل تغییرن. وقتی به جای تحسین قدرتت به زخمات احترام بذاری. از خودت بپرس اون بچه درون من اون موقع چی لازم داشت؟ شاید جواب بده یه نفر که بگه تقصیر تو نبود، یه نفر که بپرسه حالت خوبه، یه نفر که اجازه بده فقط بازی کنه، بخنده، استراحت کنه بدون ترس. و کم کم تو همون چیزها رو به خودت میدی، نه برای اینکه گذشته رو عوض کنی، بلکه برای اینکه دیگه تکرارش نکنی. اون وقتی که دیگه دنبال پدر و مادر توی رابطه ها نمیگردی، دیگه استراب رو با عشق اشتباه نمیگیری، دیگه از اون بچه فرار نمی کنی، برمیگردی بغلش میکنی. یه جمله طلایی هست که میگه هیچ کس به آگاهی نمیرسه مگر با درد. ولی اگه میخوای شفا پیدا کنی باید باهاش روبرو بشی، با اون بخشای ترسیده، خجالت زده و خشمگین. چون شفا یعنی یاد گرفتن دوباره خود واقعیت، کسی که قبل از ترس و تظاهر وجود داشت. پس اگه تو هم جزء اونایی هستی که زود بزرگ شدن، بدون مشکل بالغ بودنت نبود، مشکل این بود که چاره دیگه ای نداشتی. اما الان داری، الان میتونی نرمی رو انتخاب کنی، لطافت رو انتخاب کنی، میتونی استراحت کنی، میتونی به جای کنترل بقیه خودت رو در آغوش بگیری. و بله سخت میشه، گاهی دوباره حس میکنی اون بچه‌ای، اما نترس، این یعنی درست رفتی. بذار اون بچه برگرده خونه، بذار گریه کنه، بذار بخنده، بذار بالاخره دیده شه. چون تو نمیشکنی، بلکه داری کامل میشی. و شاید اولین باری که داری واقعا بزرگ میشی، نه از ترس، نه از اجبار، بلکه از روی حقیقت. تو شاید بچگی نکردی، ولی آینده هنوز مال توه و این بار خودت نویسندشی.